سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به کانال خودتون مووی توییت. امروز اومدیم سراغ فصل دوم سریال فوق‌العاده جذاب لوکی، سریالی که بزرگترین امید فن‌های مارول برای برگشت به روزهای باشکوه قدیمه. اما تو این ویدیو قراره که اتفاقات و جزئیات کوچیک ولی خب به شدت جالب و جذاب قسمت دوم لوکی رو موشکافی کنیم. اگه از این ویدیو خوشتون بیاد و حمایت‌ها خوب باشه، هر هفته این برنامه موشکافی و توضیح هر اپیزود رو بعد هر قسمتی که از لوکی پخش بشه داریم. پس بدون معطلی و لطفاً بعد از لایک کردن این ویدیو بریم که چند هفته با هر قسمت از لوکی زندگی کنیم. Let's go. ادای احترام به سریال بریکینگ بد. خب همونجور که احتمالاً میدونید اسم اپیزود دوم سریال لوکی بریکینگ بد بود که به نوعی ادای احترام به یکی از بزرگترین سریال‌های تاریخ یعنی بریکینگ بد بوده. راستش رو بخواید این فقط یه ادای احترام ساده نبوده. عبارت بریکینگ بد تو معنای سادهش به معنی برآوردن جهنم یا درست کردن جهنمه و اغلب به افراد عادی و بی‌ادعایی نسبت داده میشه که با یک چرخش غیر قابل انتظار رفتار خشونت‌آمیز و سرکش رو به جای زندگی آروم انتخاب میکنن. تو این قسمت هم لوکی و موبیوس هر دو کارهای نسبتاً عذاب‌آوری و برای به دست آوردن چیزی که نیاز داشتن انجام میدن، مثل شکنجه کردن X5 به بدترین شکل ممکن. یه اشاره کوچیک به اترنالز یکی از معدود فیلم‌های دنیای مارول بوده که تا حد زیادی مستقل عمل کرده و قاطی فیلم و سریال‌های دیگه مارول نشده و خیلی از فن‌های دنیای مارول هنوز منتظرن که بالاخره جهان بزرگ اترنالز با سایر پروژه‌های مارول یکی بشن که خب تا الان هم خبر خاصی نبوده، اما تو این قسمت از لوکی حداقل یه اشاره کوچیکی به اترنالز شد. وقتی لوکی و موبیوس میرن به سال 1977 تا X5 رو برگردونن، از کنار چند تا پوستر فیلم عبور میکنن که توی یکی از این پوسترها ما عکس کینگو رو میبینیم. همونطور که احتمالاً در جریانید، اترنال ها قرنها قبل از اتفاق فیلم اصلی خودشون جدا از هم زندگی میکردن و کینگو یه ستاره سرشناس بالیوود بوده. سوپر پاور جدید لوکی. وقتی که X5 سعی کرد که بعد از رویارویی با موبیوس و لوکی فرار کنه، لوکی از تمام قدرت‌های قبلش مثل جادوی سبز و شبیه سازی استفاده کرد تا X5 رو گیر بندازه. اما جالبی این صحنه اونجا بود که ما متوجه قدرت جدید لوکی یا شادو پاور شدیم که راستش رو بخواید خیلی هم بهش میاد. لوکی هنگام دستگیری X5 یا همون براد وولف با استفاده از همین قدرت به سایه‌اش فرمان داد تا براد رو دستگیر کنن. لوکی بالاخره سیلوی رو تو براکستون اوکلاهاما پیدا میکنه. بعد از اینکه در نهایت لوکی و موبیوس تونستن مکان سیلوی رو با شکنجه کردن براد وولف پیدا کنن، متوجه میشن که سیلوی توی مکدونالدز تو براکستون زندگی میکنه. فکر کنم جالب شد نه؟ تو کامیکای اصلی مارول براکستون به دنبال بقایای رگناروک به خونه جدید آزگاردیا تبدیل میشه و نقش مهمی رو در خط داستانی سیج داشته. همچنین این شهر شروع یه رستگاری بزرگ برای کاراکتر لوکی بوده که داستانش تو کامیکای حال حاضر دیده میشه. سیلوی تمپد کنگ رو برداشته. رسیدیم به آخرین شات این اپیزود که یکی از مهمترین هاشم بوده. خوب به وقتی که سیلوی بعد از شب بخیر گفتن به همکارش روی کاپوت ماشینش دراز کشیده دقت کنید. اون علنگوی درخشانی که سیلوی باش بازی میکنه دقیقاً تمپد کنگه که احتمالاً بعد از کشتنش اون رو برداشته. این تمپد خیلی پیشرفته تر از تمپدهای عادیه و احتمال خیلی زیاد میتونیم حدس بزنیم که تو قسمت‌های بعدی سیلوی ازش استفاده‌های زیادی رو بکنه. خب مطمئناً جزئیات ریز دیگه‌ای هم تو این قسمت بوده که یا زیاد مهم نبودن یا من متوجه اونا نشدم. اگه شما چیزی دیدید حتما تو کامنت ها بگید، من اون کامنت رو پین میکنم. راستی این ویدیو اگه 50 تا لایک بگیره برای قسمت سوم لوکی هم این ویدیو موشکافی رو میسازن که دوره هم از دیدن این سریال تو این هفته ها کیف کنیم. خلاصه که خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید و خداحافظ.